با تازه ترین خبرهای این ساعت از یک خوش آمدید. وزارت خارجه امارات اسلامی از دیدار سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو با مسئول عمومی وزارت خارجه هند در بخش افغانستان، پاکستان و ایران خبر می‌دهد. به گفته این وزارت در این دیدار درباره بهبود روابط سیاسی و تجاری، تسهیل صدور ویزا به افغان‌ها و حل چالش‌های بازرگانان افغان، دانشجویان و شهروندان افغان مقیم هند گفتگو شده است. همزمان با این سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در قطر و کاردار سفارت آلمان برای افغانستان دیدار و در مورد اوضاع سیاسی رابطه‌های دوجانبه و کمک‌های بشردوستانه گفتگو کردند. همکارم اسماعیل سادات با جزئیات بیشتر. دست دوستی به دوست دیرینه برای آغاز فصل تازه در رابطه ها. به دنبال تحکیم رابطه های خوب سیاسی و تجاری امارات اسلامی با هند، برای نخستین بار یک دیپلمات افغان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در هند با یکی از مقام های بلندپایه وزارت خارجه آن کشور دیدار کرده است. وزارت خارجه امارات اسلامی در خبرنامه گفته که نور احمد نور، سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو، با آنند پرکاش، مسئول عمومی وزارت خارجه هند در بخش افغانستان، پاکستان و ایران درباره گسترش رابطه های سیاسی و تجاری گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه در این دیدار در مورد بهبود تجارت، تسهیل روند صدور ویزا، حل چالش‌های بازرگانان افغان، دانشجویان و شهروندان افغان مقیم هند گفتگو شده است. با گفته این وزارت در این دیدار دو طرف بر تقویت روابط میان افغانستان، هند، گسترش همکاری‌ها و تعاملات دوجانبه تاکید کردند. کشور هندوستان علاوه بر اینکه چی سیاست را در منطقه پیش میبره، یک دوست تاریخی و دائمی افغانستان بوده و باعث یک کشور تولیدی و صنعتی و پرنفوذ در منطقه روابطش با افغانستان به نفع افغانستان، چون هند هم ضرورت داره از ترانزیت افغانستان استفاده کنه و از معدن‌های افغانستان و مارکت افغانستان، و افغانستان هم ضرورت داره هم رابط داشته باشن، هم لحاظ اقتصادی تجارت خوب داشته باشه، با خود یک مارکت یابی کنه. اما این سو دست دوستی افغانستان با هند کام پاکستان را بیشتر از پیش تلخ ساخته است. هر از گاهی افغانستان به هند نزدیک شده، اسلام آباد از این اقدام ناخشنود و آن را به ضرر خود تلقی کرده. مسئله که به تازگی و به صراحت وزیر اطلاعات پاکستان روز گذشته از آن ابراز نگرانی کرده است. می‌بینید که مقام‌های حکومت افغانستان تقریباً هر روز به هند می‌روند و مذاکرات انجام می‌دهند. نمی‌دانم چه همکاری مشترک با هند دارد که نیازمند مشورت‌های گسترده است. در این میان اما موقف کابل همیشه روشن بوده: حفظ رابطه‌های خوب با همه کشورهای جهان و دشمنی نکردن به خاطر یک کشور با کشور دیگر. همزمان با این وزارت خارجه امارات اسلامی از دیدار سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در دوحه با رولف دیتر رینهارد کاردار سفارت آلمان برای افغانستان خبر داده است. با گفته این وزارت در این دیدار درباره اوضاع سیاسی، رابطه‌های دوجانبه، حل چالش‌های مهاجران افغان بازگشته از پاکستان و ایران و همچنان کمک‌های بشردوستانه گفتگو شده است. البته این ملاقات می‌تواند گام دیگر در جهت تحکیم مناسبات دوستانه میان افغانستان و آلمان باشد و آلمان می‌تواند به حیث یکی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا نقش مهمی را در تامین روابط سایر کشورهای اروپایی با افغانستان همچنان بازی نماید. دیدار سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو با مقام وزارت خارجه هند در حال صورت گرفته که پس از تیرگی روابط کابل و اسلام آباد، رابطه‌های سیاسی و تجاری امارات اسلامی با دهلی نو بهبود یافته و تا اکنون 3 مقام بلندپایه امارات اسلامی به این کشور سفر کردند. امارات اسلامی همواره گفته که خواهان روابط خوب با همه کشورهای جهان است. در خبر دیگر این که سیف الدین لتون، سخنگوی مقام ولایت پنجشیر، میگوید که در جریان یک مزایده 4177 قیراط زمرد به ارزش 47610 دلار به تاجران داخلی به فروش رسید. به گفته او رهبری ولایت باور دارد که با افزایش فروش زمرد، اقتصاد مردم و عواید امارات اسلامی افزایش یافته است و پس از زمستان روند استخراج قانونی و شفاف از معادن تازه تثبیت شده به شمول زمرد و بیروج آغاز خواهد شد که زمینه کار را برای جوانان نیز فراهم می کند.
وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده است که از این پس و درخواست صادرکنندگان افغان آنها می توانند روند تجارت خود را از بندرهای پاکستان از سر بگیرند. پیش از این کالاهای تجاری بازرگانان افغان در بندرهای کراچی، گوادر و همچنان در برخی از گذرگاه‌های دیگر میان دو کشور متوقف بودند. این تصمیم پس از صدور مجوز از سوی اداره فدرال عواید پاکستان اتخاذ شده است. بلال آریان با جزئیات بیشتر. وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده است که کالاهای ترانزیتی و تجاری افغانستان که در بندرهای کراچی، گوادر و همچنان در برخی از گذرگاه‌های دیگر میان افغانستان و پاکستان متوقف بودند، پس از این می توانند کالاهای تجاری خود را از بندرهای گوناگون آن کشور دوباره صادر کنند. این تصمیم پس از صدور مجوز استثنایی ویژه از سوی اداره فدرال عواید پاکستان اتخاذ شده و هدف از آن تسهیل تجارت و کاهش ضررهای احتمالی صادرکنندگان عنوان شده است. بنان من فکر میکنم اگر این کالاها دوباره به افغانستان اجازه ورود داده شود بدون شک این میتونه بخشی از مشکلات حل بکنه و از خسارت شدن تجار افغان بیشتر از پیش جلوگیری صورت بگیره. بر اساس اعلام مقام‌های پاکستانی این اقدام می‌تواند به کاهش ازدحام در بندرها و تسریع روند صادرات کالاهای افغانستان به بازارهای جهانی کمک کند. با این حال مقام‌های امارت اسلامی افغانستان تا کنون در مورد این تصمیم اظهار نظری نکردند. بنابر درخواست یک تعداد تاجرها که از اموال از مالزیا و از ویتنام آورده بود فشار آورده توسط آن کشورها بالای سفارتخانه در پاکستان در کشورها بالاخره یا حاضر شده که اموال مالزیا و اموال خود ویتنام بازگشت شود، پس اکسپورت شود از طریق کراچی به هر کشوری که میبرن و بعد به افغانستان بیارن. در آخر دیگه لیتر داده که تمام اموالی که در اوجا از 1000 کشوری که است و در اوجا استاد هستند باید بازگشت صورت بگیره. سوال اصلی اینجاست که آیا این تصمیم در کنار پیامدهای مثبت اقتصادی میتواند بخشی از تنش‌های تجاری و ترانزیتی اخیر میان کابل و اسلام آباد را کاهش دهد، به ویژه پس از آن که در ماه‌های گذشته محدودیت‌ها و توقف‌های ترانزیتی باعث اعتراض شدید صادرکنندگان افغان شده بود. فکر میکنم که این راه حل نیست و راه حل این وقت صورت میگیره که کاملا به اساس قوانین بین المللی، به اساس کنوانسیونی که در ملل متحد وجود داره، اون به خصوص به قسمت کشورهایی که مواد به خشکی هستند و بر اساس قراردادهای دوجانبه افغانستان و پاکستان و به اساس مکلفیت‌هایی که در ایکو و در سارک پاکستان داره. در صورتی که اگر چنین عمل کنه مشکلات حل میشه. در غیر صورت این حرکت نیست که مشکل تجارت حل کنه، تجارت افغانستان و مشکل تجارت افغانستان، بلکه فشار از سر خود اندازه کم میاره، به خصوص فشار بین المللی و کشورهای آسیای شرقی. باورها بر این است که پاکستان با این اقدام در تلاش است تا نشان دهد مسیرهای تجارتی و ترانزیتی بر روی افغانستان باز است و همکاری‌های اقتصادی همچنان می‌تواند ادامه یابد، در حالی که تنش‌های سیاسی میان دو کشور هنوز پابرجاست. و در دنیای ورزش هم این که بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان نخستین جلسه تمرینی خود را زیر نظر مربیان در ولایت هرات برگزار کردند. مسئولان تیم گفتند که پس از چند جلسه تمرینی در هرات ملی پوشان این شهر را به مقصد کابل ترک خواهند کرد. پیش از این اردوی تمرینی تیم ملی در شهر مشهد ایران برگزار شده بود، اما به دنبال افزایش اعتراضها در آن کشور بازیکنان افغانستان ایران را ترک کرده و به کشور بازگشتند. قرار است تیم ملی فوتسال پس از تکمیل کردن تمرینات در کابل و ویتنام سفر کند تا در قالب آمادگی برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا دو دیدار تدارکاتی انجام دهد. تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا با تیم‌های عربستان سعودی، ایران و مالزیا هم گروه است.